سلام. سلام دخترم. چی کار داری با من؟ چرا فرزاد بعد بر من پیغام بده؟ برای چی تو قبرستون قرار میذاری؟ آروم باش دخترم. بیا بشین یه فاتحه برای این بخت برگشته ها بخون. بیا. همایون اگه زنده بود الان 30 سالش میشه. شایدم تالا با اون دختره خواهر همکلاسی عروسی میکرد. اون شور و عشقی که به زندگی داشت حالا حتما بچه دارم شده بود. اون وقت تو همه جون بودی و من آقا جون. ما خانواده خوشبختی بود. همگی با تن سالم و دل شاد. مادرت چراغ این خونه بود که زود خاموش شد. آدم حیوان نیست که هر کجا و هر وقت خوش باشه. سقف، دیوار، نفس سر همسر، این یعنی زندگی. خونه دلم واسه خونه تنگ شده، ولی حالا مثل روح سرگردون خرابه نشین شدم. من خودم همه این بدبختی ها و سختی ها رو کشیدم. میدونم، میشناسم، تجربه کردم. حالا چی میخوای از من؟ عامل این بدبختی ها کیه دختر؟ همایون توی تصادف از دنیا رفت. مامانم از غصه اون. چرا همایون باید تیکه تیکه بشه؟ چرا باید مادرت دق کنه؟ تا حالا از خودت پرسیدی؟ جلال قاتل همایون و مهنازه، نه مستقیم، با واسطه. اون زمینه سفرهای همایون رو از تهران به آبادان فراهم کرد. پسرم چاره ای نداشت. ما داشتیم ورشکست میشد. جلال فتوحی با زد و بندهای کلونش مدام قطعه وارد میکرد. ما رو به جنگ با کارخونه‌های چین میکشون. معلومه ما شکست میخوردیم. تنها ما نه، صدها کارگری که به حقوق بخور و نمیر احتیاج داشتن. تو چطور حاضری گلو و تنابی که تو دستته رها کنی تا بقیه رم بدبخت کنی؟ گاهی اوقات انتقام تنها راه نجاته. ماهی بزرگ توی تور دختر داره میفته تو شنوماسه ساحل، برش نگردون دریا. تو خودت دست کمی از اون بی‌وجدانا نداری. انگار یادت رفته با فرار چه ناجوانمردی در حق من کردی. من تنها دخترت. من به تو بدی کردم، ظلم کردم، میدونم. اما تک تک این موها به خاطر رنجی که تو کشیدی سفید شده. حاضرم بعد از این جنگ هر مجازاتی رو که بگی بگیرم، ولی بذار انتقاممو بگیرم تا راحت بمیرم. من دلم شکست دختر، نذار این فرصت از دست بدی. زندگی بدون پسر و همسرم برام ارزش نداره. دخترم به من کمک کن، خواهش میکنم. تو مرده ها رو بیشتر از زنده ها دوست داری. تا این آتیش تو دل من خاموش نشه خواب و خیال راحت ندارم. فکر سوزوندن فتویا دست از سرم بر نمیداره مگه بمیرم. کاش من بمیرم. خسته شدم. از شور و شوق جوونی هیچی نفهمیدم. رخت اعضا یه ساعتم از تنم بیرون نیومده. همش ترس از شکست، ترس از ورشکست شدن، دیدن اون قیافه درهمت با بوی دود سیگار. تنها
خاطره گذشته منم مادر و برادرمو دوست داشتم، ولی نمیتونم زندگی یه نفر براش جهنم کنم. یه چند وقتی دمپر دل این پیرمرد راه برو، مطابق میلش بشین و پاشو. من که نمیخوام جنایت کنی، فقط میخوام آرام و قرار رو از این خانواده بگیری. این 1000 بلاییه که پسر هاش فتویی سر ما در آورده. فکر کن دخترم، فکر کن. الو داداش، همین الان از هم جدا شدن. چیکار کنم؟ دنبال کدومشون برم؟ ببین سینا داداش، یه بار دیگه دقیقاً به من بگو چه شکلی بود. گفتم که همونجور که گفتم. آره دیگه، اینجوری که تو گفتی خود شالاتانشه. بچسب بهش، ولش نمی‌کنی ها. امشب هر جوری که شده میخوام خونه مخفیشو پیدا کنی. بابو بازی در نمیاری سینا، حواست جمع باشه. آره ببین، هر اتفاقی افتاد به من زنگ بزن، من الان خودم میرسونم بهت. شجاع باش، داشت پشتته. برو که رفتی، قربونت. باشو ببینم. باشو، کلی کار داریم مشاهین جون. باشو ببینم. چی کار میخوای بکنی جلال جون؟ تو رو خدا دست برده بابا. یه زنگ بزن به این سینا، تماس بگیره با این سرگرده، یا اصلا خودت تماس بگیر با این سرگرده، تمومش کن بابا. چرا حرف مفت میزنی مشروط؟ چند وقت یارو پشت ما رو مالیده به خاک، حالا من میخوام باش بی حساب بشم. این کیف من کجاست؟ اینجاست دیگه. جلال جون، استادیوم بهت بر نخوره ها. کارت غلطه. داداش، تو پی این پلیسا به تنت نخورده اینجوری رستم بازی در میاری؟ چیه؟ کم آوردی؟ دیه‌شو میدم. دیه‌شو؟ آره داداش، پول خونشو میدم. زکی، تو بگو یه چک میگه دیه‌شو. نه قربونت تو برم، من نیستم. یه دفعه این پسر اسمش چیه فرزاده رو میخواستم بزنم، خوبه نزدمش. این سرگرده یه جور منو تهدید کرده، الان چند وقت جیگرم زر خورده، هر روز 100 دفعه به غلط کردن افتادم. نه بابا من نیستم جلال جون، میخواد تو برو جلو، من از پشت حمایتت میکنم، هوا تو دارم. آره اینجوریه؟ دیگه اینجوری هست داشت دیگه. پس راتو بکش برو. برم؟ دیگه نمیخوام ببینمت. ببین تو باید بری همون میل بافتنی دستت بگیری. برو داداش من، برو خوش اومدی هری. ببین جلال، احترامت واجبه، ولی کن. ولی چی؟ ولی کنم نداریم. ببین من خیلی عجله دارم. اگه الان با من اومدی که اومدی، اگه نیومدی تا آخر دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. فهمیدی یا نه؟ خیلی باحالی بابا. عجب گرفتاری شدیم ما. وایس ببینم جلال. الو، سلام حاج آقا. شما کجایی؟ من امروز کارخونه رو گذاشتم برای فروش تا قرضاتون رو بدم. گفتم در جریان باشید. بندگی خدا برام اسم و رسم داشت و دیدن شما غم و غصه. تو از من بدی ندیدی؟ دیدی؟ نه خیر اصلا. واسه همینم میخوام این قضیه بدون دعوا و درگیری تموم شه. اگه براتون زحمتی نیست بعد از افطار یه جایی همدیگر رو ببینیم تا حسابای کارخونه رو در بیاریم. یه سری رسیده چک و مدارکم هست که من باید بهتون تحویل بدم. من از شما هیچ طلبی ندارم. ممنون، شما لطف دارین. اما من تا حالا جوری زندگی کردم که به کسی مدیون نباشم. شما اومدین دفتر من، هر چی دلتون خواست به من گفتین، ولی نذاشتین من صحبت کنم. میدونم اما باید حرفای منو بشنوی. باشه میشنوم. فقط بگید کجا. اصلا میخوای بریم همونجا که همیشه با اون حساب داره میرفتی، خوبه؟ همون پارکه. اسمش چی بود؟ گفتگو.
خوبه باشه، همونجا میبینمتون. خداحافظ. گوشش کجاست؟ گمش کردم داداش. نگفتم به جلال جون دعا شده این کار نیست. بابا چی رو گمش کرده؟ ای بابا آخه بچه معسل خرفت بیارزه. مگه تو هم عاشقی؟ تا اینجا ردش اومدم به خدا. ناغافل نفهمیدم چطور شد تاکسی گرفت. تا اومدم سوارشم گم و گور شد. حالا مطمئنی خودش بود سینا جون؟ والا من که نمیشناسمش، فقط چند تا ازش عکس گرفتم. ببین صبر کن اینه. بزن ماسمافکتو بزن این ببینم. واضح تره این واضح. خودش چقدر عوض شده. خوشم اومد ازت. کارش درسته بابا. بچه معسل تو ابد پشت کنکور. برو دنبال دختری یا پسره، هر کدومشون. باش رابطه دارن مطمئنم. باشه ولی درسم چی میشه داداش؟ درس مشق مهمتر یا پدر؟ برو رد کارت ببینم. آره بیا برو. برو رد کارت دیگه. ببینم. من این لگنت این نی. خب کجا داری میری؟ سوارشو برو دیگه. گیرش میارم. دیر یا زود. اون وقت من میدونم و این آدم ناتو. آره واقعا ناتو. جلال جون خیلی ناتو اینا دارم براش. سلام. علیکم السلام. بفرمایید. پاتوق همیشگیته. شما از کجا میدونستین پاتوق من اینجاست؟ میدیدم. میومدم میدیدمتون. تعقیبم میکردی؟ نه یعنی آره از دور مواظب بودم. چی میل داری بگم براتون بیاره؟ فرقی نمیکنه هر چی که همه میخوره. آقا فعلا پیش غذا. ممنون. روزگار منو زود پیر کرد. دوست داشتم دق دلیمو سر سن و سالم در بیارم. یه چیزی نمیگی؟ چی باید بگم؟ صاحب اختیاری هرچی دوست داری.
من قبلا حرفامو به شما زدم. بله. خیلی هم تند، با عصبانیت. نباید کار به اینجا میکشید. نباید من اینقدر پیشروی میکردم. من خب خیلی زیاده روی کردم. خب من از کجا میدونستم پیرمردی آدمیزاد عزیز من، اولاد آدم همینه. محبت داره، میبینه، دل میبنده. باور کن به خاطر همینم پس که در موندم. شبا سر سجاده عهد میکنم دیگه نبینمت، دیگه صداتو نشنوم. اما یه ساعت نمیشه که یادت میافتم. انقدر دلتنگ میشم که توبه میشکنم. تشت رسوایی من دیگه افتاده. دیگه دغدغه آبرو و این حرفا رو ندارم. هرچی دارم و ندارم انداختم پشت سر. من گرچه پیرم، برام مهم نیست. پیری؟ سن و سال معیار من نیست. از چی میخوای؟ بگو، هرچی بگی به دیده منت. من شرط دارم. شرط؟ باشه، هرچی بگی، هرچی بخوای فراهم میکن. بگو. بفرمایید. دست درد کنه. شرطو بگو. من حاضر نیستم توی زندگی که یه زن دیگه هست پا بذارم. ولی من زن دارم. خودت میدونی، میشناسیش، دیدیش. بله، برای همینم میگم دست از این فکر و خیالا بردارین. این کار شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ جدا جدا زندگی میکنیم، با هم نیستید که. حاج آقا، انگار منظور منو متوجه نشدین. اصلا دلم نمیخواد مرد زندگیمو با یه زن دیگه شریک بشم. پس قدسی چی میشه؟ من نمیدونم، به خودتون مربوطه. به هر حال من شرط اولمو گفتم. یعنی قدسی رو طلاق بدم؟ ببینید حاج آقا، من دلم نمیخواد هووی کسی بشم. دیگه نمیدونم چجوری باید منظورمو براتون توضیح بدم. سلام علیکم. سلام. به به، چه بوی غذایی با چشم تر وقت سحر. چی پخته بانوی ما؟
قدسی بشین. خواهش میکنم، مطلب مهمه. خب چه خبر؟ عطر برنج خونه رو پر کرده. نمیدونم از برنج یا گرسنگی این چند روز روزه‌داری. اگه حرف به خصوصی نیست من برم. من آدم قدر نشناسیم. میدونم در حق بانوی خونم ناجوان مردی کردم. میدونم گناهکارم. کاری کردم که شد زخم غرور و شخصیت تو. گناهکارم، ولی اتفاقیه که افتاده. این زنخواهی، عشق یا هرچی که اسمشو میذارید، مرد رو طفل میکنه. و طبیعت طفل آزاره. هرچه کردم و میکنم از عواقبش مطلعم، اما ناچار. قدسی، من خودم بیشتر از تو دارم عذاب میکشم. تو این رنج و درد و زیر پوست من نمیبینی؟ ها؟ نمیبینی؟ تون میدم. دارم تو اون عاشق شدن میدم. قدسی، خواهش میکنم بشین، تمام حرفامو بشنو. خواهش میکنم قدسی، خواهش میکنم بشین. گوش کن. حاشیه نرو. حاشیه نیست اصلا حرف. این عشق نیست، دامه، عوضه. شرع و عرف حکم میکنه که چاره‌ای بکنیم. تکلیف باید زودتر روشن شه. این وضع برای همه سخته. هر دومون خوار و خفیف میشیم. قدسی، من برای تو احترام زیادی قائلم. یه عمر با هم زندگی کردیم، با خوب و بد من ساختی. من نمیخوام به تو بی حرمتی بشه. واسه اینکه این اتفاق نیفته بهتره دوستانه و محترمانه از هم جدا بشیم. قدر و قیمت عشق از لطف عاشق معلومه. چیز دیگه تقدیم محبوبتون نمی کنید؟ این که زندگی ناقابل 35 ساله است. بریزیم به پاش. من کیم؟ تو خوبی، اما من تن به زندگی با 2 زن نمیدم. اون حرفی نداره، ولی تو تحمل نداری. قدسی، این عاقلانه ترین کاریه که میکنیم. عیبی نداره. مبارک. چیزی که ندارم حسادت، اما تحمل خفت و خاری ادامه زندگی با تو رو ندارم. راضیم. تمومش کن. گوش کن، این
مسئله باید بی سر صدا انجام بشه. حتی بچه ها نفهم. چشم دلتون شور نزنه. مطمئن باشین. وای چقدر عوض شدی یونس. وای چطوری رود میشه این حرفا رو به من بزنی؟ میدونی من به چه روزی فکر میکنم؟ به روزی که پشیمون و درمونده میخوای من این بی‌حیایی تو ببخشم. اون روز خیلی دیر نیست. فقط نمیدونم حاضرم حتی یه لحظه نگات کنم. حاج آقا نمیدونم توی این مدت چقدر منو شناختین. اصلا دلم نمیخواد همه در مورد من فکر کنم به خاطر مال و اموال بهتون جواب مثبت دادم. نه اصلا به حرف مردم اهمیت نده. برش کن. چطور اهمیت ندم؟ همین الان انگشت اتهام همه به طرف من درازه. پسر بزرگتون که فکر میکنه من برای شما کیسه دوختم، فکر میکنه با طرح و نقشه قبلی بهتون نزدیک شدن. جلال حرف مفت میزنه، گوش نده. نمیشه حاج آقا. بعد یه فکری برای ثروتتون بکنیم. ثروتم؟ چه فکری؟ نمیدونم. میتونین تقسیمش کنین بین بچه‌هاتون، خانومتون، هر چی که میخواد بهش بدین. اصلا میتونید یه بخششو وقف کنین. خودت چی؟ خودت چیزی نمیخوای؟ هیچ. چرا؟ ثروت من از شیر مادر حلال تره. راستشو بخواین بعدم نمیاد پشتوانه‌ای واسه آیندم داشته باشم. به هر حال اختلاف سن من و شما زیاده. اگه خدای نکرده اتفاقی براتون بیفته، 3 دنگ کارخونه راضیت میکنه؟ شما واقعا میخواین این کارو بکنی؟ آره چرا نه؟ من دوست ندارم بچه‌هاتون فکر کنن. بچه‌هام چی؟ به اونا چه مربوطه؟ مالمه. تازه تو اول از همه، بعد اونا. تازه زیادیشون هم هست. یعنی چی؟ میخواین چیکار کنین؟ چیکارش کنم؟ و وقفش میکنم برای فقیر بیچاره. واقعا؟ وقفش میکنم. تقدیر اینجور بوده دیگه. نمیدونم چی بگم. میشه خدا رو حس کرد تو لحظه